با مهمترین خبر و گزارش های روز برنامه اطلاعاتی پیغام منظورتان است. السلام علیکم. بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تالار کاخ فرهنگ آزمون تلویزیونی اندلب برگزار گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش نخستین برنامه اطلاعاتی پیغام. طبق نشانداد بند 14 نقشه چاربینی‌های برنامه دولتی حفظ میراث غیرمادی فرهنگی خلق تاجیک برای سالهای 2021-2025 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 31 مارس سال 2020 تحت رقم 206 تصدیق گردیده است، بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی. وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در همکاری با کمیته تلویزیون و رادیو و اتفاق هنرمندان کشور از ماه مارت تا نیمه یکم ماه آگوست سال 2021 با اشتراک دسته‌های هوسکاران صنعت شهر و ناحیه‌های مملکت فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی ایجادیات خلق اندلب 2021 را راه اندازی نموده است. در دایره این اقدام در کاخ فرهنگ شهر پنجکند دور ولایتی آزمون اندلب برگزار گردید. در اول هیئت حکمان با همراهی رئیس شهر پنجکند محترم عبدالخالق خالقزاده طبق نظامنامه آزمون از نمایش گوشه هنرهای مردمی در نزد کاخ فرهنگ شهر دیدن نمودند. سنجش هنر بیانگری توجه همیشگی حکومت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام رحمان و ساحه فرهنگ و احیای هنرهای مردمی و دریافت چهره‌های نو می‌باشد. زیرا فرهنگ ملی ما زمینه‌های استوار داشته با تاریخ و عنعنه‌های قدیمه و گوناگون رنگی و خصوصیت‌های خاص خود از جمله آثار خط نادر، مصوره‌های کم‌نظیر، موسیقی ششمکان، فلک و صدها دستاورد و پدیده‌های دیگر هنر و ادب امروز در جهان مشهور است. سپس نمایش هنرمندان اهل هنر و فرهنگ شهر پیشنهاد حکمان گردانیده شد. هنرمندان شهر با برگزاری برنامه‌های فرهنگی عبارت از نمایش هنرهای مردمی، نمایش سر و لباس ملی با علاوه نوگانی‌های معاصر، نوازش عمومی، رقص یکه، سرود یکه، نوازش یکه، سرود عنعنوی و صحنه‌چی هجوی هنرنمایی نمودند که از جانب حکمان خوب پذیرفته شده سزاوار بهای ارزنده گردید. باید گفت که دور سیوم فستیوال آزمون نیمه یکم ماه آگوست با اشتراک غالیبان دور دوم در فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جوریف شهر دوشنبه برگزار می گردد. شنبه هر هفته روز قبولی رئیس شهر برگزار می شود. در روز قبولی نوبتی که سال 29 ماه سال روان دایر گردید بودند شهروندانی که به رئیس شهر درباره عملی نمودن اقدام‌های سازنده خویش مراجعت کردند. در اساس دستور سپارش‌های اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان، رئیسان ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها، وزارت و اداره‌های کشور وظیفه‌دار شدند که هر هفته روز شنبه برای بررسی و حل مشکلات و معماهای مردم روزهای قبول تشکیل نمایند. با این مقصد هر هفته از طرف رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده روز قبول شهروندان دایر می شود. در جریان روز قبول شهروندانی که سنه 29 می سال روان برگزار گردید از طرف رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده 60 نفر شهروندان اوید به مسئله های گوناگون مورد قبول قرار گرفته برای بررسی و حل مراجعت های آنها شخصان مسئول وظیفه دار شدند.
باعث خرسندی است که در جریان روز قبول بودند شهروندانی که نه برای درخواست برای عملی ساختن اقدام‌های سازنده خویش به رئیس شهر مراجعت کردند. ساکن جماعت دیهات خرمی ابراهیموف نصرت به رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده مراجعت کرد که او می‌خواهد از حساب خود برای تامین آب نوشاکی ساکنان دهه وحدت و دیگر دهه‌های اطرافی جماعت دیهات خرمی چاه آبکشی را آماده سازد و با این وسیله می‌خواهد که مشکلات مردم را آسان گرداند. من از جناب سالکار کریستوف نظامی مطلع هستم. اون کس سالکار در مهاجرت مهنتی هستند میخوان در دهه وحدت جماعت دیهات خرمی آب نوشاکی برآورده خلق را تامین کنند آب نوشاکی و 20 اپریل من به عنوان شما از من خودم عریضه نوشته بودم. عریضه من تا حال بررسی نشده از طرف جماعت دیهات و اون زمینی که ما سکواج میکنیم همون حال نشده ایستاده. رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده این اقدام ساکن جماعت دیهات خرمی ابراهیموف نصرت را باید عرض سپاس پذیرایی کرد و همزمان با رئیس جماعت دیهات خرمی کمال‌الدینوف به سردار کارخانه دولتی فرعی استفاده آب نوشاکی دیهات پنجکین ستاروف سپارش داد که باید برای هرچه زودتر انجام دادن این اقدام شهروند ابراهیموف نصرت با تهیه سندهای ضروری کارهای اساسی را آغاز نمایند. همین طور در این روز قبول ده‌ها نفر شهروندانی که به رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده مراجعت کردند برای حل مسئله هایی که آنها را خیلی سرسام کرده بود جوابهای مشخص گرفتند و مسئولین وظیفه‌دار شدند که برای بررسی و سری وقت حل نمودن مشکلات و معماهای شهروندان چاره‌های ضروری اندیشند. روز بین‌الخلقی حفظ کودکان در شهر بوسونیامون خاطرمان تجلیل کرده شد. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما. 1 ایون در سراسر دنیا روز بین‌المللی حفظ کودکان تجلیل می‌گردد. در پرتو سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر بهداشت حیات و در روحیه بلند خودشناسی و وطن پرستی به کمال رسیدن کودکان روز 1 ایون در همه شهر و ناحیه‌های مملکت واخوری‌ها و چاره‌بینی‌های فرهنگی و ایدانه دایر می‌گردد. وابسته به این در کاخ فرهنگ شهری پنجکین با اشتراک معاون یکم رئیس شهر سفرزاده محمد صادر چاره‌بینی فرهنگی برگزار گردید. همایش از دیدن نمایش رسم‌های کشیده و هنرهای طفلان کودکستان‌های شهر آغاز یافت. بعداً در تالار کلان کاخ فرهنگ چاره‌بینی ادامه یافته معاون اولی رئیس شهر حاضرین را با عید کودکان شادباش گفت. در این لحظه های خاطرمان تنبنوی با مهر و محبت صمیمانه همه کودکان و نوجوانان شهر و دیهات پنجکین و مردم دیار بوستونیا را با روز جهانی حفظ کودکان تبریک و مبارکباد نمودم. برایتان تنی صحت، دورانی با سعادت کودکی، آینده درخشان، آرامی و آسودگی، خنده بیغش کودکانه را تمنا دارم. یکسال در پرتو سیاست معارف پرورانه راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی کودکان تحت غمخواری همیشگی اهل جامعه خوشبخت و سربلند شخصانی با ننگ و ناموس وطندار و وطن دوست و غوایه رسند و وارثان سزاوار رودکی و لایق شیرین سخن باشند. روز جهانی محافظت کودکان برای هر یکتان مبارک و فرخنده باشد. ذکر گردید که در دوران صاحب استقلالی با ابتکار و غمخوری‌های روزافزون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در سمت حفظ حقوق کودکان فراهم آوردن شرایط‌های مساعد جهت تعلیم و تربیت حفظ سلامتی آنها همچون آینده پرافتخار کشور تدبیرهای شایسته عملی گردیدند. در این روند قبول قانون جمهوری تاجیکستان
درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، رسالت مقدس هر یک پدر و مادر را در تربیت درست فرزندان مشخص و معین نمود. پیشوای ملت در یکی از سخنرانی‌های خویش تاکید نموده بودند ما وظیفه داریم که نوجوانان و جوانان را در روحیه ارزش‌گذاری به علم و معرفت، خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی و وطن پروری تربیت کنیم تا که آنها وارثان حقیقی این دولت و ملت بودنشان را باطناً احساس نمایند و برای آبادی سرزمین خویش آگاهانه سعی و تلاش ورزند. امروز سهم دستپروران، کودکانی که در کودکستان ها تعلیم میگیرند، در روند اشتراک در چاره‌بینی های سیاسی و فرهنگی خیلی نظرست بوده. دلیل این گفته ها اشتراک فعالانه آنها در آزمون های جمهوری فروغ صبحیدانایی و شکوفایی استقلال می باشد. در چاره‌بینی از 12 مؤسسه های تا مکتبی دستپروران اشتراک نمودند. اینچنین به خاطر بالیدروهی نسل نورس برنامه کنسرتی کودکستان های شهر و دهات به چاره‌بینی حسن دیگر زم نمود و از برنامه ادبی موسیقی طفلان پی بردن دشوار نبود که آنها به این چاره‌بینی خوب آمادگی دیدند. گزارش مرتبه رحمان و خیام جوریف برای برنامه اطلاعاتی پیغام. برنامه را ادامه می‌دهیم. کارهای سازندگی و بنیادکاری بخشیده به جشنواره خجسته دولت و ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن نیز ادامه دارد. این روند نه تنها ساکنان شهر و دهاتی پنجکن بلکه مهمانان را نیز بی‌طرف نمی‌گذارد. به مصاحبه ما توجه نمایید. میرزای فیدیبگ عبدالجبار دوسنت دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرین‌شاه شاه تیمور، آن اقدامی که امروز حکومت شهر پنجکن اقدام گرفته است که یکی از بناهای کهنه‌ترین این محل را به یک جای آبادی تبدیل دادن، بسیار اقدام خوب است. فکر میکنم که رکتور دانشکده آموزگاری شهر پنجکن بسیار اقدام خوب گرفته است که این بنای کهنه را به اختیار خود گرفته و یک دانشکده با نفوذ در این محل، در این وادی تأسیس دهد. از رفت جریان آبادانی از دوره به دست آوردن این بنا من آگاهی دارم و امروز آمدم که این بنا به یک گلستان تبدیل داده شده است و قدم مبارک جناب عالی پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت محترم امام رحمان که به اینجا رسیده است، فکر میکنم که در آینده یک دانشکده خوب به انجام میرسد و به همه آموزگاران و کارمندان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن برباری ها خواهانم و خواهش میکنم، طلب دارم از حکومت جمهوری که دستگیری کنند و این دانشگاه به یک دانشگاه با نفوذ در آسیمیانه تبدیل شود. امروز من به حیث رئیس امتحان دولتی در این دانشگاه قرار دارم که در رشته بیولوژی، شیمیا و گئوگرافیا بیولوژی همچون رئیس فعالیت میکنم و به تمام آن ختم کنندگانی که این دانشگاه را امسال ختم میکنم برباری ها خواهانم و طلب دارم که در رشته آموزگاری همون وقت موفق باشم. در کارگاه دوزندگی نزد پارک تکنولوژی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن با مقصد جلب هرچه بیشتری جوان دختران به پیشه دوزندگی روزی درهای گشود اعلان نمودند. توجه نمایید به گزارش خبرنگاران ما. با کارگاه دوزندگی پارک تکنولوژی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن هنگامی آمدیم که اینجا نبض مهنت ایلان بخش با جوش خروش ادامه داشت. نظر سطحی به فعالیت دوزندان کفایه بود. احساس نمود که اینجا هنرمندان کسبی، دلباختگان کسب دوزندگی جمع آمدند و هر لحظه کاری را باعث درک مصلحت در سمت اجرای سپارش راهبری دانشکده استفاده میبرند. با روند زحمت چهوران هنر، معاون رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن نامزد علم‌های پداگوژی فاطمه سراجزاده راهبری کرده. در صحبت با خبرنگاران ما چنین گفت:
باعث قناعتمندی است که با تشبث رهبریت دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن خیلی که به همگان معلوم است هر کی تکنولوژی عمل میکند و وابسته به این ما روزهای درهای گشاد رو برای جوانان در اینجا تشکیل کردیم و من امروز مکتب بچگان دختران مکتب تحصیلات عمومی رقم 15 به اینجا تشریف آوردند و مقصد از تشریف آنها آن است که امروز آنها با فعالیت استوهای دویزنده شنا شدند و ما اینجا گفت و شنید به عمل آوردیم و آنها را تکلیف کردیم که در وقتهای تعطیل دختران آمده کسب دویزندگی را یاد گیرند و آنها این را با قناعتمندی قبول کردند و باید یادداشت شد که امروز مسائل به هنرآموزی جلب کردن جوانان یکی از مسائل مهم در ساحه معارف به حساب می رود و خیلی که پیشوای ملت در هر برآمدشان قید می کنند امروز جوانان را می باید که به هنرآموزی روی آورند در برابر آموختن علم ها آنها باید به آموختن هنرهای گوناگون مشغول باشند و این امکانیت می دهد که آنها در آینده موقع خودشان را در زندگی شخصی خودشان پیدا نمایند. اعلام شدن روز درهای گشاد در کارهای دوزندگی جوان دختران زیاد را از مسائل تعلیمی اینجا آورد و آنها بعد شناسایی نزدیک با فعالیت چهوران همزمان توجه به هنرهای مردمی از جمله سوزنی دوزی، گل دوزی، کشت دوزی نموده با ما در تماس شدند. ما خوانندگان صنف نهم A و دیگر صنف‌های نهم B و G و B اینجا آمدیم که تا از کارهای دوزندگان یک چیز را یاد گیریم. ما خوانندگان در اینجا وقتی که آمدیم خیلی ما را با صمیمیت پر از مهر و محبت پیشوا گرفتند. ما از اینها میnnتداری خود را بیان میکنیم. ضمناً گفتنیم ما همه خوانندگان میnnتداری خود را به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بیان میکنیم که به ما چنین فابریکه زوادها را پیشنهاد نمودند تا که ما در وقتهای تعطیل آمده ما جوان دختران یک هنری خود را هنری دوزندگان را از خود نماییم و در آینده نامبردار تاجیکستان گردیم. من گلرخسار جمشید خواننده صنف نهم B مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 به نام ابوالقاسم فردوسی میباشم. ما امروز با همراه آموزگارانمان برای دیدن نمودن از لباسهای مکتبی در دانشگاه سیخ دوزندگی اینواسیونی برای دیدن لباسهای مکتبی و برای شناس شدن از همون کارهای دوزندگی قدم رنجه نمودیم. رهبری دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن سالهای صاحب استقلالی کشور تدبیرهای زیاد اندیشید تا که اینجا برابر تحصیل روندهای استحصالی نیز راه اندازی شوند. تشکیل کالج تکنولوژی و اینواسیونی، جمعیت سهامی گشاده معرفت پرور و فعالیت شروع نمودن پارک تکنولوژی و چند اقدام دیگر بازگو به همه گونه فعالیت شایسته بوده است و این همه جواب خیلی ارزنده و مناسب است به سخنان پرزیدنت کشور محترم امام رحمان که چنین تاکید نموده بودند. جوانان باید خوب درک نمایند که تقدیر آینده خلق و دولت بر دوش آنها گذاشته شده است. در دوره چمپیوناتی لیگای دومی مملکت اوید به فوتبال دسته سررسمی شهرمان با فوتبالبازان ناحیه مسجد قوا آزمودند. تفصیلات این دیدار در گزارش خبرنگاران ما. المپیاد افتخار دسته سرر همیشه اندر راهی قله ظفر حال بلند و بختیار دسته سرر. مخلصان فوتبال دسته دوستداشتی خود سرحد را انا همین طور با سرود موسیقی استقبال گرفتند. بعداً ساعت 7:30 دقیقه بازی فوتبال بین دسته‌های سرحد پنجکن و مسجد ناحیه مسجد آغاز یافت. فوتبالبازان پنجکندی هنوز از دقیقه اول با بازی اهلانه صاحبان میدان بودن خود را ثابت نمودند. هنوز در دقیقه پنجم حساب را کشادند. ضربه سختی زده فوتبالباز نیمجان آتابایف را دروازه‌بان مهمانان نتوانست برگرداند و توپ جای در داخل تور گرفت. شاید مهمانان چنین رنگ گرفتن بازی را امیدوار نبودند که به هجوم گذشتند. نگفته نماند که هنوز در دقیقه دوم قسم اول بازی ضربه جریمه‌ای مهمانان را بالا چوب دروازه پنجگردیان برگردانید.
ҳуҷуми соҳибони майдон ҳамоно идома дошт ва яке аз чунин муташаккилӣ дар дақиқаи 26-ум бо голи задии Хайём Зоев анҷом ёфт. ҳаминтавр қисми аввали бозӣ боиси 2-0 ва фойзи саразм анҷом ёфт. дар қисми дуюм меҳмонон кӯшиши зиёд ба харҷ доданд ки ҳисобро тағйир диҳанд ва ин мақсад дар дақиқаи 61 ба онҳо муяссар гардиду ҳисоб 2-1 шуд. дар қисми дуюм бозӣ меҳмонон бозингари саразмро дар майдончаи ҷаримавӣ зада аз пой афтонданд ва довар туби 11-метра таъин кард. мутаассифона барои панҷакентиён ва хушбахтона барои меҳмонон туби 11-метраро дарвозабони дастии матчҳо баргардонид ва ҳаминтавр ҳисоб бетағйир боқӣ монд. бояд тазаккур дод ки дар қисми дуюм бозӣ бозингарони ҳарду даста имконоти зиёди голзанӣ дошта бошад ҳам аз он истифода бурда натавонистанд ва ҳаминтавр футболбозони дастии саразми шаҳри Панҷакен бозии нахустини хешро дар майдони худ бо ҳисоби 2-1 анҷом доданд. баъди бозӣ кӯчаҳои шаҳри бостониямон аз мухлисон пур буду онҳо шодӣ нишон доштанд ки сарчашмаи ин ҳама албатта аз ғалабаи навбатии дасти дӯстдоштаашон саразм буд. Яздонқул Мавлонов, Нек Маҳмадмирҷонов аз варзишгоҳи марказии шаҳр. бинандагони гиромӣ, ҳоло бошад ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. ба таваҷҷӯҳи сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент мерасонем ки вобаста ба дархости зиёди аҳолӣ беҳтарин табиби халқии Тоҷикистон дар соли 2010 ғолиби озмуни табибони халқии Тоҷикистон дар соли 2013 Мирзо Юсуф Тоҳирӣ ба Панҷакент омад ва аз санаи 3 то 13 июни соли ҷорӣ шаҳрвандонро қабул менамояд. тазаккур медиҳем ки ташхиси беморӣ ройгон аст. телефонҳо барои маълумоти иловагӣ 92 703 21 96 909 22 03 56 92 756 78 6 ва 92 714 29 02. бори дигар рақамҳои телефонро такрор мекунам. 92 703 21 96 909 22 03 56 92 756 78 6 ва 92 714 29 02. тамошобинони азиз, ин буд барномаи тиловатии Пайғом. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр.